کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که نیمه دوم روز 26 ینور در یک صدمه در دره ورزوب یک نفر به هلاکت رسیده، 4 تن دیگر زخمی شدند. بنا به این منبع 26 ینور ساعت 15:50 در راه دوشنبه ورزوب ماشین بورکش مرسدس با ماشین سبکرو تمغه اوپل زفیره برخورده است. زمان حادثه در ماشین اوپل زفیره 5 نفر سوار بودند و از خوجند به دوشنبه می آمدند. ماشین بورکش مرسدس از شهر دوشنبه به سمت خوجند روانه بود. گروه نجات‌دهندگان کمیته ایالت‌های فوق‌العاده که در کیلومتر 72 این راه ماشینگرد نوبرداری می‌کردند، فوراً به جای حادثه رسیده راننده و مسافران را از داخل ماشین خراب شده اوپل زفیره بیرون آوردند. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده گفت راننده و مسافران جراحت‌های سبک برداشته بودند و امدادگران به آنها یاری اولین طبی رساندند، اما یک نفر از مسافران که در پهلوی راننده می نشست بر اثر جراحت وزنین در بیمارخانه از عالم گذشت. سبب این حادثه نقلیاتی را مقامات حفظ حقوق تحقیق می‌کنند. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده در پی این صدمه بار دیگر به رانندگان خاطر رسان کرده است که هنگام حرکت در راه‌ها جداً قاعده‌های بی‌خطری را رعایت نمایند. آهسته ماشین رانید تا سفرتان بی‌خطر باشد، تاکید شده است در اطلاعیه کمیته. یادآور می‌شویم شام 26 ینور در یک صدمه دیگر مرگ‌آور در دوشنبه یک پیاده‌گرد به هلاکت رسید. طور مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخل خبر داد تخمینا ساعت 20:05 راننده ماشین تمغه خوندای اکسنت مقیم مفسیجان شریفوویچ سال تولدش 1986 ساکن پایتخت راننده شرکت اولوچه تاکسی هنگام حرکت در نویه فردوسی شهر دوشنبه از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده. پیاده‌گرد دورانوف بهادر نبیوویچ سال تولدش 1963 ساکن نویه مذکور را پخش نموده است. در نتیجه پیاده‌گرد دورانوف جراحت وزنین جسمانی برداشته از جانب خود راننده به بیمارخانه دسترس گردیده است، اما در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. قبلا خبر داده بودیم که نیمه دوم روز 24 ینور در یک صدمه پرقربانی روی ماشینگرد چنوق غفوروف مشجع در حدود شهرک سیهون نویه باباجان غفوروف بر اثر به ماشین وز 21031 برخوردن یک BMW 4 عضو یک عائله از دهه قزلتیپه جماعت دیهات اسماعیل نویه باباجان غفوروف جان باختند. هر سال بر اثر صدمه ها در راه‌های جمهوری صدها نفر هلاک یا مجروح می شوند. از جمله سال 2020 بر اثر صدمه ها در راه‌های تاجیکستان 375 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 نفر معیوب شدند. بنا به آخرین آمار رسمی در 9 ماه اول سال 2021 در 787 صدمه در راه‌های تاجیکستان 290 نفر هلاک و 869 نفر مجروح شدند.